قاعده ششم، فضائل عقیده توحید بدانیم. فضیلت عقیده توحید چی است؟ که فضیلت اولش قبول شدن اعمال است و محفوظ ماندن اعمال است. هم اعمالت محفوظ میمانه و هم قبول میشه. چرا؟ اگر توحید نداشت، ضد توحید چی است؟ شرک است. آیت قرآن چی میگه؟ لئن اشرکت لیحبطن عملک. اگر شرک آوردی، روزانه 1000 رکعت نماز خواندی، بسته سال روزه گرفتی، بسته مالت صدقه کردی، چندین مرتبه حج و عمره کردی، اما یک شرک انجام دادی، الله این قاعده را میته که لئن اشرکت، اگر به الله در ذاتش یا در صفاتش یا در افعالش یا در عبادتش یا در اطاعتش کسی را شریک کردی، لیحبطن عملک. و شما که در یه حلقه درس صرف نحو میخوانیم، کسایی که صرف نحو میخوانن، ما و شما وقتی که یک نفر میگیم که اگر شرک آوردی اعمال تو باطل میشه، از بین میره، کل حسنات از بین میره. اگر میخوایم که تاکید کنیم برش میگیم که اگر شرک بیاری حتما اعمالت از بین میره. باز میخوایم رو دقیق تر بفهمانیم، باز میگیم او بچه فکرت بگی اگر شرک بیاری حتما تمام اعمالت چی میشه؟ از بین میره. در زبان عربی ایواز می حتما و حرف دارن. لام در اولش آورد، یک حتما، 2 نون هم در آخرش آورد. چی شد؟ یحبطو تبدیل شد به چی؟ لیحبطن. پس الله تاکید میکنه 3 مرتبه که او انسان مؤمن، اگر داری 5 چیز با الله کس را شریک ساختی، تمام اعمال تو چی میشه؟ از بین میره. پس منفعت توحید چی است؟ که اعمال صالحه انسان چی نگاه میکنه؟ محفوظ نگاه میکنه، که در روز قیامت دفتر اعمالت معلوم شوند. از این خاطر الله سبحانه و تعالی قرآن چی میگه که لا نقیم لهم وزنا. چرا برای کافرها وزن نمیگذارین؟ چی ضرورت است به ترازو؟ به خاطری که با شرک و کفر تمام اعمال از چی شده؟ محو شده. حالا چی در ترازو بانی؟ او که در روز قیامت میه مشرک است، نماز خوانده، روزه گرفته، ذکر کرده، عبادت کرده، حج رفته، تمام اعمال کرده، لکن رفته به قبر سجده کرده، رفته بر مرده گفته او فلانی بر ما بچه بده، فلانی دختر بده، در خالقیت الله مخلوقش شریک کرده. رفته مثلا یک سنگ، یک دانه سنگ در گردنش تو خداویزان کرده که سنگ اشتو که من از بلا چی میکنه؟ صفت حفظ و تصرف الله را به سنگ دادن، صفت حفظ و تصرف الله را به یک چوب میده. بعضی کسا به اسپند میده، مگه اسپند کسی بلا را بند میکنه. این حال چی است؟ لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. تکونو باز لام توکید و نون توکید ثقیله، حتما از جمله خسران کننده ها میشه. این حال اگر میخوایی که اعمالت محفوظ بانه و از خسارتی که والعصر ان الانسان لفی خسر از این خلاص بانی، باید چی داشته باشی؟ عقیده توحید داشته باشی. این منفعت و این فضیلت عقیده توحید است. فضیلت دوم است که دفتر اعمال که به دست راست داده میشه فقط بر موحدین داده میشه، کسی که در ذات، صفات، افعال، اطاعت و عبادت الله کسی مخلوقی را شریک نکرده. مخلوق شرط نیست که مخلوق کی هست، ملائکه هم مخلوق است، پیغمبر هم مخلوق است، نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین کلش مخلوق هستند، جنام مخلوق است، سنگ هم مخلوق است، چوب هم مخلوق است، درخت هم مخلوق است، بت هم مخلوق است، زیارت هم مخلوق است. کل از این در جمله مخلوقات است. یکی الله است، در مقابل الله کی است؟ غیر الله است. پس دوم منفعت کسی که به الله، به وحدانیت الله عقیده داره و عمل میکنه مطابق همین عقیده، اینمی انسان است که اعمال نامه فقط موحدین به دست راستشان داده میشه.
و اعمال از اینا هست، از موحدین است که در میزان حسنات ارزش داره. دیگه اعمال ارزش نداره. سومی فضیلت عقیده توحید چی است؟ که سختی های دنیا و آخرت با این عقیده چی میشه؟ حل میشه. چرا؟ وقتی که انسان عقیده توحید داشت میفهمه مرگم به دست الله هست، زندگیم به دست الله هست، مالک متصرف من الله هست، از کائنات الله هست. به اندازه قوت عقیده آرامش روانی هست. یک علم از به نام اسلامیک سایکولوژی، روانشناسی اسلامی، در عربی میگه علم النفس الاسلامی. اسلامیک سایکولوژی در انگلیسی میگنشه. این چی قسم است؟ در علم نفس اسلامی میگه که اگر عقیده 5% بود آرامشت 5% است. عقیده آرامش 50% عقیده خوب داشتی 50% آرامش داری. 100% عقیده توحید داشتی 100% چی می‌داشته باشی؟ آرامش می‌داشته باشی. به اندازه قوت عقیده قوت چی میباشه؟ آرامش روحی و روانی میباشه. چرا؟ میفهمی که کل چیز که است از جانب کی است؟ الله هست. تا روزی که رزق انسان در زمین باشه اونم رزق خدا میفهمه. رزق در کابل بود در کابل میخوری، در هندوستان بود در هندوستان میخوری، در فرانسه بود در فرانسه میخوری. رزق در گوانتانامو بود امروزی تا میخوری. بسیاری کسا 10 سال در گوانتانامو بندی مانده، پس که برآمده یک فیلم مسایی کردم گفت این صاحب مرا 10 سال بندی کرده بودن، بیا سعی کن عروسی ما چقدر ساز بود، رقص بود، دول بود، کل گناه ها را کرده، لکن در تقدیرش بوده که با اینمی گناه های کبیره و با اینمی بیدینی خود 10 سال در کجا تیر کنه؟ در گوانتانامو تیر کنه. تیر کردم پس میگه من هیچ چیز نکردم. 10 سال بعد بهش میگه آ والا صاحب تو هیچ کار نکرده بودی، تو را ناقی آوردن، برو رخصت است. پس انسان مسلمان به اندازه توحید خود چی می باشه؟ بعض اندازه عقیده توحید خود قوت و آرامش روحی می داشته. فضیلت چهارمش چی است؟ که عقیده توحید مانع باقی ماندن برای همیشه در دوزخ میشه. یعنی کسی که عقیده توحید داشته باشه اگر گناه های کبیره داشته باشه که قابل بخشش هم نباشه و به دوزخ هم بره، لکن دائما به دوزخ عقیده شیرن نمیمانه، یعنی بالاخره از دوزخ میبره. اول خب به دوزخ نمیره ان شاء الله تعالی، به اساس و حدیث قبلا که خواندیم الله رحمان است و رحیم است و غفور است و تواب است، رحمتش وسعت کل شیء و در آخرت رحمتش به مؤمنان بسیار زیاد است. اول خوی موحد خوره، باز اگر بالفرض به اساس گناهایی که کرده که دیگه باید به دوزخ میره، باز ای از خلود در دوزخ چی پیدا میکنه؟ نجات پیدا میکنه. فضیلت پنجمش چی است؟ خود عقیده توحید سبب بخشش گناه ها میشه. ان الحسنات یذهبن السیئات. و بهترین حسنات چی هست؟ بهترین حسنات عقیده توحید است. متوجه شدین؟ و فضیلت ششمش چی است؟ که سعادت و خوشبختی دنیا و آخرت با عقیده توحید حاصل میشه. اگر انسان بفهمه ارزش عقیده خوده، یک امریکایی برای کس گفته بود برای یک مسلمان که مثلا 10 میلیون دلار سرمایه دارم، و مسلمان برش گفته بود که من 10 میلیارد سرمایه دارم. چی؟ چقدر؟ 10 میلیارد. گفتی 10 میلیارد تا چی استفاده می؟ گفتی 10 میلیارد سرمایه من راحت قلبی داده، آرامش دارم، بادیگارد دارم، ملائکه است حفظ میکنه، بادیگارد ها دارم، از بلاها چی دستم، کچالو که غذایم همیشه فرست کلاس است، پیسه داره، کل راحت ها. گفت نشان بده. گفت تو چشم نداری که ببینی.
گفت خیر برم بگو خیر بشنوم. گفت که من ایمانی در قلبم دارم که از 10 میلیارد بالاتر چی داره؟ ارزش. تمام سعادت دنیا و آخرت برای من چی میکنه؟ اگه همیال هم ملک الموت بیایه بگه روحت میگیرم، برش میگم اهلا و سهلا. تو که ایمان نداری که این نام مرگم بگیرم، میگه او ملایی چه بدبخت مردم این ملاست، همیشه از مرگ گپ میزنن، از یگان چیز دیگه گپ بزن. چرا میترسانی برو؟ حالا چرا میترسی؟ پس معلوم میشه یک کسی آمد برای یکی از علما گفت که ما صاحب چرا از دنیا را خوش داریم آخرت بد ما گفت دنیایتان آباد کردین آخرتتان خراب کردین. کی خوشحال است که از آباده به ویرانه بره؟ اگر دنیایت خراب میکردی آخرتت آباد میکردی، بازو وقت خوش بودی که از این خرابه در کجا بری؟ در راحت بری. پس عقیده توحید برادرای عزیز، خواهرای محترم، بزرگترین سرمایه برای انسان مؤمن است که در مقابل از هیچ سرمایه جاگزین ازی شده نمیتونه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.